روزی حضرت عمر خسته شده بود رضی الله عنه، شمشیر کشیده بود، کوچه های مکه چشمش مثل خون شده بود، رگهای گردنش ورم کرده بود، شمشیر رو کشیده بود دنبال محمد صلی الله علیه وسلم در به در میگشت که سرشو از سنگ. روزی حضرت عمر خسته شده بود رضی الله عنه، شمشیر کشیده بود، کوچه های مکه چشمش مثل خون شده بود، رگهای گردنش ورم کرده بود، شمشیر رو کشیده بود دنبال محمد صلی الله علیه وسلم در به در میگشت که سرشو از تن جدا بکنه. در مسیر راه که میرفت یک دفعه یک نفر باش ملاقات کرد، گفت عمر با این عصبانیت شمشیر رو از غلاف بیرون کشیدی کجا میری؟ گفت میخوام برم سر محمد رو بزنم تا جامعه ما از شرش راحت باشه. از شرش راحت باشه، از خیرش. میشه از خیر راحت شد. هر کسی خودشو از خیر راحت بکنه جز شر چیز دیگه نیست، و هر کسی خودشو از شر راحت بکنه همش خیره. نهایتا اون شخص بهش گفت آروم باش، میخوام یه چیز بگم. اول برو این ننگو از خانواده خودت پاک بکن، بعد برو سر محمد بزن. گفت چی میگی؟ گفت همین که گفتم. خواهرت فاطمه بنت الخطاب و شوهرش هر دوتا مسلمان شدن و بر دین همین کسن که تو میخوای سرش بزنی. خواهرت فاطمه بنت الخطاب و شوهرش الان هم تو خونه هستن، یکی از یاران محمد صلی الله علیه وسلم به اونها دست قرآن میده. حالا اگه دروغ میگم برو نگاه بکن. عمر جا خورد، اش برخورد. خواهرم مسلمان باشه و عمر زنده باشه، این ننگ من تحمل نمی کنم. خدا مسیرشو عوض کرد. سبحان الله، خدا چه کار میکنه. این قلب انسان میان دو تا انگشتان خداوندیه. قلوب العباد بین اصبعی من اصابع الله یقلبها کیف شاء. دعا بکنید عزیزان من، شب برای جوانان دعا کنید و خدا دلشون بچرخونه و حب ایمان و نور ایمان در دلشون خدا پرت بکنه، صبح بلند بشن، عوض بشن، راه خدا را در پیش بگیرن. علما، پدرها، مادرها، ملاها، امام جمعه ها، بزرگترها، همه دعا بکنید برای قشر جوان. تنها با سخنرانی کار پیش نمیره. علمای بزرگ اسلام روز با خلق خدا صحبت میکردن، شب با خالق این خلق و خالق دلهای عباد صحبت میکردن. روز سخنرانی، شب برای چرخش دل اونها با رب و مالک اون دلها که بر اون دلها حکومت میکنه و تسلط داره صحبت میکردن. اینطوری موفق میشدن. قبل از اینکه عمر شمشیر در بیاره، مردان قدرتمند قریش چند نفر بودن. یکی حمزه بود، یکی عمر بود، یکی عمرو ابن هشام بود. عمرو ابن هشام میدونید که ابو جهل. اینها بزرگان قریش بودن. حضرت عمر قبل از اسلامش در جاهلیت سفیر قریش به خارج بود، شخصیت بزرگی بود. قبل از اسلام و بعد از اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بود دعا کرد. عمر خبر نداره. عمر توطئه‌ای چینه برای نابودی این شخصیتی که در تاریخی شب برای اون داره دعا میکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دستش بلند کرد، گفت اللهم اعز الاسلام به احد العمرین، عمر ابن الخطاب و عمرو ابن هشام. خدایا اسلام و عزت ببخش، قوت ببخش با اسلام آوردن یکی از این دوتا. هر کدوم مسلمان بشن برای اسلام خیلی عظیمه و خیلی پیروزیه. اون قدرتمندن در اون جامعه. بعضی از مورخین میگن در دعا که میکرد اول اسم عمر ابن الخطاب به زبانش آمد. تا به زبانش آمد اصلی قبول شد. دومی لیاقت نداشت، بی بهره موند. هر دو دشمن، یکی روز شد یکی پستر شد و دشمن تر شد. نهایتا هنوز عمر نداره، دعا بالای هر آسمان اجابت شده برای عمر، اما عمر خبر نداره شمشیر رو در آورده. تو کوچه های مکه کجا این محمد رو پیدا بکنم سرش بزنم؟ باشه. خبر نداری که پشت پرده چه چیزی صورت گرفته. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من. هنگامی که رفت به خانه خواهرش با اون عصبانیت عمریش، زد دسته شمشیر به در.
احساس کردن که این در عادی نیست. حالا که نگاه کردن از تو لابلا و شکاف در، دیدن که عمر با اون خشم و غضب شمشیرش هم در آورده. حالا معلم رو کجا قایم بکنن؟ فاطمه کجا بره؟ شوهرش کجا بره؟ معلم قایم کردن، یه گوشی در رو باز کردن. خواهرش خیلی شهامت داشت، فاطمه بنت الخطاب، فاطمه دختر خطاب، خواهر عمر. قبل از اینکه در رو باز بکنه، از تو لای در صدای قرآن و صوت آیات خداوندی که اون معلم یاد اون دوتا میداد، از لابلای در رفت و گوش برد. این شمشیر دستش بود، نه این خبر نداشت که در گوشش دیگه تا صوت حق نشنوه. عرب بود، اهل بلاغت بود، فصاحت بودن. این آیه آنچنان از گوشش رفت، این قلبش رو اسیر کرد و از بس که خشم داشت خبرش نبود. آیه رفت و گوشش کارشو کرد ولی هنوز خشم داره. در باز شد، همون عصبانیت زد تو پیشانی خواهرش، خون فواره زد تا خون دید نرم شد. وقتی نرم شد به خواهرش گفت فاطمه چی میخوندید شما وقتی من پشت در بودم؟ یه چیزی میخوندید، کلام عادی نبود، کلام عجیب و غریبی بود، معجزه آفرین بود، روح و روان منو به هم زد، فکر و اندیشه منو در هم کوبید. اون کلام چه بود؟ فاطمه خواهرش با شهامت گفت اون کلام رب العالمین بود، آیات قرآنی بود. گفت به من بدید تا بخونم. عمری که میخواد سر محمد بزنه گفت برادر تو نجسی، مشرکی، ممکن نیست. عمر دیوانه شده. الان آیات کارشو کرد. آیات کفار قریش این بود، وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تلاوت میکرد به همدیگه گفتن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه، این قرآن گوش ندید که شما رو دیوانه میکنه. وقتی قرآن خونده میشه دستتون تو گوشتون بکنی، والغوا فیه، سر صدا بکنی تا نشنوی، وگرنه وارد گوشتون که شد کار تمومه. اما عمر دست شمشیر بود، عصبانی هم، حواسش به گوشش نبود که در گوشش بگیره. خدا وقتی میخواد کاری رو انجام بده شمشیر گرفته گوشش آورده. اسلام هجوم کرد، دلش که اون محل استراتژی تسخیر کرد. گفت اگر این آیاتو میخوای برو خونه غسل بزن، اگه واقعا دنبالشی برو غسل بزن، لباس تمیز بپوش، آدرس بهت میدم اونجایی که مستقیما نازل میشه، برو به معدش، مخزنش، محل نزولش، از دهان اولین شخص برو بشنو. رسول خدا گفت آدرسش کجاست؟ کجاست محمد صلی الله علیه وسلم؟ گفت در خانه ارقم ابن ابی الارقم. اونجا یه خانه هست، مخفیانه دور هم جمع شدن با یارانش، دارن قرآن تلاوت میکنن و قرآن رو تشریح میکنن. عمر دیوانه‌وار غسل زد، شمشیر رو تو خلاف کرد، شمشیری که در آورده بود، گامهای با عجله و عجولانه و شتاب بستری تا در خانه ارقم در زد. تق یکی از صحابه از تو سوراخ در نگاه کرد، گفت ای رسول خدا عمره. عمر خیلی حیرت داشت، عمره. حضرت حمزه بود یا علی بود، یکی از این دوتا بود. گفتن ای رسول خدا در باز بکنید. عمر باشه، اگر دنبال خیر آمده اهلا و سهلا، اگر دنبال شر آمده من و شمشیرم تک تکش میکنم. در باز شد، عمر آمد داخل. عمر قدش خیلی بلند بود، جلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستاد. رسول الله قدرتش از 40 مرد فلان بهش داده شده بود. اینطوری زد حقه عمر گرفت، خوابوندش روی زمین، زانو زد. گفت عمر برای چی آمدی اینجا؟ دنبال چی کاری آمدی اینجا؟ چیزی برای تو نیست، دنبال چی کاری آمدی؟ دید که عمر دست و پاش داره میلرزه، اون عمر دیگه نیست. حضرت عمر جواب داد آمدم که بگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. آمدم که اسلاممو اعلام کنم. اینجا بود که اون جمعی که تو خانه بود آنچنان تکبیری گفت که صدای تکبیرشون کنار کعبه شنیدن مشرکین و فهمیدن که یک رخداد عظیمی رخ داده امروز خانه اقام. عمر ایستاد گفت رسول خدا ما به حق نیستیم؟ السنا علی حق؟ گفت بله. گفت اگر بر حقیم پس چرا خودمونو قایم کردیم؟ گفت پس چه کار بکنیم؟ گفت 2 صف، 1 صف من 1 صف حمزه. از همینجا الله اکبر
میریم کعبه رو طواف میکنیم جلو چشم دشمنان و قریش. اینجا بوده که با این شهامتش لقب فاروق رو گرفت، لقب الفاروق رو گرفت و شد فاروق این امت.